برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود تماشابینان گرامی و شنوندگان عزیز رادیوی پیام. برنامه تحلیلی دیدگاه هست و من شوکت محمد امروز درباره آشخوران پیشوا صحبت میکنم. در تاجیکستان عید شکمبه ها هم اکنون جشن گرفته می شود. شکمی شکمبه ها را پیشوا چین می کند. باور ندارید؟ پس بیایید با هم از چگونگی این عید و چگونه چین کردن شکمی شکمبه ها با خبر بشویم. این هفته در تاجیکستان عید مهرگان را جشن گرفتند. جشنی که سالها 100 ساله ها فراموش شده بود و با ابتکار حکومت جشن‌آور تاجیکستان دوباره زنده گردید. در شهرهای خرد و بزرگ کشور این عید با تنتنه و پختن چندین تن آش پلو تجلیل شد. مقامات بلندپایه کشور که در این جشن‌ها شرکت کردند و پلو خوردند تأکید نمودند که جشن مهرگان آیین بسیار باستانی، میراث ارزشمند اجداد شرفمندمان بوده در طول تاریخ و امروز یکی از رکن‌های مهم خودشناسی و خودآگاهی مردم ما به حساب می رود. مهرگان در فرهنگ و تمدن خلق تاجیک جایگاهی خاصه دارد. آشخور رقم اول کشور میدونید کی؟ نامش نگرم هم می شود؟ عید را در ولایت سوخت پیشواز گرفت و حتی در مسابقه اشکمبه ها داوری کرد. داوری مسابقه اشکمبه ها کی بود؟ چند شکمبه ورزیده سوخت در حضور پیشوای شکمبه ها در مساف هم قرار گرفتند و چند کیلو آشی از پول بوجه انیقترش از حساب مردم چی ثروتمند و چی بنوا آماده شده را نوش جان کردند. پیشوای شکمبه ها، پیشوای آشخوران با دهانی با ماسک بسته شده بین آنها داوری کرد و معین نمود که کدام از این پیروان اشکمبه اش در خوردن می توانند با او سبقت کنند. سفرهای قبل از انتخاباتی شکمبه آشخور رقم یک را که با وجود بیداده های موج دوم ویروس کرونا ناحیه به ناحیه میگشت و آش میخورد، بیشتری کارشناسان به کمپینی پیش از انتخابات ربط داده بودند. کارشناسان به این نظر بودند که امامعلی رحمان سفر کاری را بهانه کرده خود را قبل از انتخابات تبلیغ میکند. اما همون لحظه این گپ را با هم گفته بودیم. فکر میکنم خیلی خطا کردیم. حالا معلوم شد که امامعلی رحمان اون زمان نه پروای انتخابات داشته است و نه کمپین و تبلیغ انتخاباتی. واقعا چرا او پروا کند وقتی میداند نه تنها مردم بلکه حتی خود رقیبانش به او آواز میدهند؟ کدام از شما تماشابینان گرامی شبهه دارید که عبدالحلیم غفارزاده به امامعلی رحمان نیو به خودش آواز داده است؟ یا معراج عبداللهیف یا رستم لطیف زاده به امامعلی رحمان نیو به خودش آواز داده است؟ هر کسی شبهه دارد رقیبان امامعلی رحمان را تحقیر کرده است. باور کنید. نخود آنها اینقدر جوره های بیوفا باشند که به پیشوایشان آواز نداده به خودشان آواز دهند. حتما به پیشوایشان آواز دادگی. برگردیم سری آش. نه تنها شکمبه ها بین هم مسابقه آشخوری کردند بلکه مقامات شهر و ناحیه ها هم بر پختن آش با هم مسابقه داشتند و حجم آش های پخته شده و به جغلدان اساساً منصبداران ریخته 10 تن را تشکیل میداد. 10 تن. برای مثال یاوانی ها در باختر مرکزی ولایت ختلان با پختن 1 تن آش
غالب آزمون دانسته شده سزاوار جایزه رئیس ولایت شدند. همچنین قربان حکیمزاده به سبزیریزکنی بهترین، آشپزی بهترین و آشخور بهترین هدیه های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت را تقدیم نمود. کشوری که پول ندارد تا ماهانه معلمان را پرداخت کند، تا اینکه به طبیبان دست به گریبان با کرونا ویروس یک لباس محافظتی خریداری نماید، داروی برای حداقل موسفیدان هر روز توده از ویروس جان دهنده وارد سازد، در سراسری مناطقش جشن آشپزی و آشخوری تجلیل میکند. همه جا سیروی پوری اینا تانه آش میپزند، با شکمبه های قطار میکنن. پیشوایی که حداقل 30% ساکنان کشورش آش را در یک ماه یک بار نمیبیند، نگله با پرویی تمام مقابل چند اشکمبه میشیند و برایشان داوری میکند. سود اشکمبه ها. فکر نکنید که ما امام علی رحمان را تنها برای همین کارش پیشوای شکمبه ها یا پیشوای آشخورها نامیدیم. تریوک تبلیغاتی تازه کشف کرده ایمیج میکر های این پیشوای شکم مهمانی در خانه شهروندان نشان داد که تمام لیاقت و هنر و حتی اندیشه و آرزوهای امام علی رحمان با همین دستارخوان پختن و خوردن و نوشیدن تمام می شود. بزن بخور بچه. در چند مهمانی که حضور داشت، رئیس جمهور یک کشور 9 میلیونی، کشوری که 2 میلیون شهروندش برای دریافت نان به خارج می روند، نیمی از کشور گویم هم خطا نمی کنیم. کشوری که حتی 20% شهروندانش را نتوانسته از بکار تامین کند، کشوری که وارداتش از صادراتش 3 برابر بیشتر است و صادراتش تنها محصولات خام، نشان داد که حرف برای گفتن با مردم ندارد. واردات 3 برابر صادرات است. صادرات چی است؟ اشیای خام. همین پخته رو ما کارکرد نمی کنیم. همین خس خاشاک رو بار میکنیم به خارج میفرستیم. قدرت کارکردی حتی پخته در داخل کشور رو ندارد این حکومتی ما، دولتی ما. اقلا همین پخته را میدونه چی؟ تیلا را خیتای ها از کنها میکنند، به همین خاکش میبرند، در خیتای کارکرد میکنند. هیچ کس نمیدوند که از او بین خاک چقدر خیتای ها تیلای تاجیکستان را گرفته بردند. تیلا در تاجیکستان نه، در خیتای کارکرد میشود. چند کیلو تیلا بردند، او چقدر بود، چقدر از وی خاک جدا شد، هیچ کس نمیدوند. این از صادرات تاجیکستان، این از صادرات. این جنابشان نشان داد که این همه سال فکر و ذکر و اندیشه و آینده نگری هایش تنها به خوردن و نوشیدن بستگی داشته است. تنها به خوردن و نوشیدن. نشان داد که وسعت اندیشه پیشوا در سرحد یک دسترخوان محدود است و جز خوردنی چیزی را نمی بیند. با شوق و احساسات و حوصله تمام در مهمانی هایش درباره قروتاب و شکراب، اوگرا و فطیر، شیرکدی و دودی مسکه حرف زدنش را که ضمن آن چشمانش از خوشبختی برق میزد دیدید؟ کجا
و در کدام برآمده رسمیش امام علی رحمان را چنون خوشحال و احساساتی و خوشبخت دیده بودید؟ در هیچ کجا. فقط در سری دسترخوان، فقط در آشخوری. نه، من باری او را چنین خوشبخت و پر احساس دیده بودم دوستان. وقت با سراینده دوست داشتهش پرده قاسم تاجیکستان از منی را می سرایید. شما هم شاید دیده باشید. تاجیکستان با همه درد و روایت از منی، دشتی دور با این روزهایت از منی. خیر فهمیدیم نهایت این سرود را کیها سراییده بود. نزدیک 8 سال 10 سال می شود، لیکن نه فهمیده شدیم که رمزدار گفته بوده است. رمزدار تاجیکستان از من گفته بوده است. حالا فهمیده می شود یکی از هوس و آرزوهای عملی نشده امام علی رحمان سراینده شدن و صحنه را به شور آوردن بوده است. یک روز نه یک روز حال رباب را با هم به دست می گیرد. از رئیس جمهوری ترکمنستان این جنابشان چی کمی دارد و گیتار می گیرد، این رباب گرفته نمیتواند، می گیرد انشاءالله. نگاهی پر از هوسش را به آن چند اشکمبه در مسابقه که دلونجا آواش می زدند مشاهده کردید. میدونید این پیشوای معظم ملت و نجات دهنده سیاره به چی هوس میکرد؟ فکر میکنم مطمئنا امام علی رحمان با خود میگفت اگر رئیس جمهوری این کشور نمی بودم و مقامم برایم اجازه میداد، من به این شکمبه ها آشخوری را نشان میدادم. 6 تا از همجه دهم بستگی چند تا آشخور قطار دلونجا آش زده استادند. این داور سودیه. فهمیده شدید؟ رئیس جمهوری کشور داوری شکمبه ها. مصیبت بزرگتر از این همه این است که تمام این مسخره در همه شبکه های تلویزیونی کشور نمایش داده میشدند. بیوزنانی که برای دو نان یتیمانشان تمام روز زحمت میکشند، همراه با کودکان همیشه نیم گرسنه اشان و موی سفید و کمبرهایی که فرزندانشان در مسافرت درمانده و گرفتار کرانتین شده اند و نیم سال است که تین نفرستاده اند و خوراک نبیره هایشان صبح و نصف روزی و شام نانی در چای تر کرده شده است، و همچنین مردانی که بسته شدن راه ها از مهاجرت باز داشت و از این که امسال نمی توانند به زن و فرزندانشان حتی 1 کیلو گوشت در ماه خریداری کنند، شرمنده اند. این تراژیکمدی را تماشا کردند. میلیون ها نفر با آب دهان به این صحنه می نگریستند که چگونه چند شکمبه در حضور پیشوایی اشکمبه ترشان آش سرگوشت و سر روغن را نوش جان می کند. عیب نیست. هر سال این گونه ایدها پردبدبتر و سرخراجاتر می شوند. نه کرونا ویروس مانع آن می شود، نه بیپولی. هیچ چیز پیش رو این را گرفته نمی تواند. می دونید چرا؟ در این 28 سال حکمرانیش با تدریج تمام حکومتش را تا میده ترین رئیس جماعت از نفران مثل خودش شکمبه و چشم گرسنه تشکیل داده است. آنها به این گونه جشن و نمایشگاه ها از پیشوایشان دیده عاشقتر و گرفتارترند.
آنها آش گویا برای مردم پخته شده را با تغاره به خانه اشان میکشانند. محصولات در نمایشگاه ها جمع آوری شده را خلطه خلطه به ماشین هایشان بار میکنند. هر مهمانی آشخوری رقمی 1 را به وسیله جمع آوری ذخیره 2 ساله خوراکیشان تبدیل دادند. دروغ میگویم؟ فکر میکنید دهقانی که کارتوشکا و کدو، خربوزه و عسلش را به نمایشگاه آورده است از آن پول به دست می آورد؟ نه. این عید و نمایشگاه ها عجل دهقان و صاحب کار است. عجل دهقان و صاحب کار. همین که رئیس ناحیه یا یگان مسئول ناحیه یک دهقان را به نمایشگاه خبر کرد، باور کنید از این به نمایشگاه خبر کردن همون دهقان را عزراییل بیاید جانش را بگیرد بهتر است. نان دهان از دهان فرزندانش نان را کنده برده به این شکمبه ها میدهد. یک رحم نیست. میگیرن میگون دارن میرون به خونه هاشون. با میگن نرخت فلان است، نرخ میمونن، با همین نرخ میفروشی در نمایشگاه. با میگن بهترین چیز را بیار به نمایشگاه. بهترین چیز را میبرد طبق نرخ گفته آنها میفروشد. ظلم نیست؟ ظلم نیست تماشابینان عزیز؟ البته ظلم است. از این دیده ظلم نیست، زیادتر ظلم نمی شود. برابر تمام شدن نمایشگاه ها سر از رئیسان جماعت و کارمندان عادی حکومت تا آن گروهی 400 نفره که همیشه پیشوایشان را همراهی می نمایند شروع می کنند به طلب و تاراج تمامی محصولاتی که در نمایشگاه به معرض تماشا گذاشته شده است. این گرسنه ها نه از برداشتن خلطه کارتوشکا پرهیز میکنند و نه از دزدیدن شیشه عسل. هر چی به دستشون خورد به ماشینشون میکشونند. هر چی به دستشون خورد. با تو گرسنه نیستی گفتن امام علی رحمان به پسرش رستم را در خاطر دارید؟ او که باری هم از حال هیچ اتباعش خبر نگرفته است. از کجا میداند که کسی گرسنه است یا نه؟ همین لشکر ملخی خودش را که بعدی هر نمایشه به محصولات در می افتد مشاهده کرده است و فکر میکند تمام مردم مثل همین ملخهای خودش گرسنه اند و تنها رستمک شکم از سیر. به غیر رستم دیگه سیر نیست در تاجیکستان. سیر می بود آخر همین رئیسان و وزیران تو سیر می بود آخر جنابشان. همین ها که سیر نیستند. آشخوری اینها رو دیدی؟ فکر میکنی 1 سال اینها در کجای محکم پشت پنجره بودن و پیششون بجز آب دیگر چیز نداده ای، بعد سر داده ای گفتی بیا در پیش من یک آش بخورین. شرمندگی. چند دیکتاتوری دیگر که شکر خدا عددشان در جهان با سرعت کم می شود با شروع این پاندمی کرونا ویروس در بونکرهایشان پنهان شدند و کشورشان را از داخل بونکر اداره می کنند. زیرا مردنیوار از کرونا ویروس که می تواند جانشان را گیرد می ترسند. اما برای این دیکتاتوری شکمبه حتی ویروس تهدید نمی کند. آنقدر مجذوب و گرفتار تعظیم و ستایش مردم دیدن و خوردن و بردن عید و جشن ها است که نمیتواند چند روزه از مردم پنهان بماند. به خاطر دارید وقتی پاندمی کرونا ویروس تازه شروع شده بود
چند هفته جنابشان غیب زد. ظاهرا نتوانست بدون تعظیم و تملق وصف کدو و کارتاشکا و قروتاب و فترماسکا باقی بماند. دلش طاقت نکرد. میدونید چی؟ یک مسئله خوب هست. کسی که همتش به اندازه چیزی است که به شکمش می‌دراید، ارزشش هم به اندازه چیزی است که از شکمش می‌براید. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش توگمه معقول شد را لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش توگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net